سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون مملی فکتوری. امروز قراره بریم بزرگترین استخر روباز کل ایران، استخر پارک ملت مشهد و تیم مربی مثلا امروز بچه‌ها نیستن، پارسا نیست، متین نیست، فیلم بردارم نداریم، خودم باید باشم تنها. ولی خب خیلی خوش میگذره. بریم برای ادامه ویدیو. آقا رسیدیم، قرار بریم داخل. خیلی کیف میده. آقا اینجا خیلی بزرگ. اینجوری که من تحقیق کردم صدا هم خیلی کم میاد، میکروفون ندارم. اینجوری که من تحقیق کردم بزرگترین پارک روباز کل ایران نیست، ولی خب جز بزرگتریناه. ببین بسیار بزرگ، خیلی هم زمین داغه ولی آبش سرده. با مربی ما آمدیم. بریم شیرجه بزنیم که بچه‌ها رو فیلم بگیرن. معذرت، اوه ما رو نگاه کن. آقا معذرت، دوربین کم دوربین نه، میکروفون کم ضعیفه. اینجا صدا زیاده، اومدی مشهد، درگتون مشهدی، اینجا خداست. سرسره و مرسره نداره ولی خب باحاله. آقا لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. دوست داشتم واقعا شما هم اینجا بودید با هم دیگه میرفتین استخر و Oh my god! Wow! اولش جا ورودی داشت رو حساب کردن. میگه چی؟ میگه ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاسنی. نه کاستی اینجا نوشته. الان نشونتون میدم. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. عشق. لایک و کامنت های ویدیو به 40 تا برسه پارک ملت هم با هم دیگه اینو تست میکنیم این چجوریه. برای که آقا شکم توجه نکنه، نه به شکم پولبریه. پارکش گفتم دعوا شد، برام دفتر. تا ویدیوی بعدی